سلام به رفقای گیم اسکوپ، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قراره بریم سراغ یه ویدیو فوق العاده ناکامل از بهترین بازی‌های ترسناک موبایل. امروز قراره چند دقیقه کنار هم باشیم و هم بازی‌ها رو معرفی کنیم که هم ترسناکن، هم کیفیت بالایی دارن و هم روی گوشی‌های معمولی قابل اجرا هستن. از پارک مرگ و آقای گوشت گرفته تا سری گرنی و حتی بازی مثل اسکول بوی راناوی و ریف رپچر. پس بریم سراغ اولین بازی ترسناک و سنگینی لیست، پارک مرگ یک. پارک مرگ یکی از ترسناکترین بازی‌های موبایله که موضوعش درباره دلغک قاتل فوق‌العاده کریپی هستش. بازی با سبک فرار، حل معما و مخفی‌کاری ساخته شده و محیط‌هاش از بیمارستان گرفته تا زیرزمین و قطار وحشت کاملا تاریک و پرجزئیاته. چیزی که پارک مرگ رو جذاب میکنه اینه که دشمن بازی همیشه در حال گشت‌زنیه و کاملا تصادفی حرکت میکنه، یعنی ممکنه یه دفعه از پشت سر ظاهر بشه و اگر صدای ایجاد کنه سریع میاد سمتتون. نکات مثبت برای ترسناک شدن بازی: طرح‌های فوق‌العاده، پازل‌های منطقی و سخت، محیط‌های متنوع، چند پایان متفاوت. نکات منفی: در بعضی دستگاه‌ها تاریکی بازی ممکنه زیاد بشه، دشمن سرعتش بالاست و نیاز به تمرکز زیادی داره. جمع‌بندی کوتاه: اگر دنبال یه بازی ترسناک با حال هوای واقعی و دلغکی هستین که اصلا رحم نداره، پارک مرگ یک انتخاب عالیه. بازی شماره 2، دت پارک 2 یا همون پارک مرگ 2. میرسیم به پارک مرگ 2، نسخه ای که همه چیز رو گسترده تر و جذابتر کرده. اینجا علاوه بر فرار شما بخش های مبارزه هم داری. تفنگ دست میگیری و میتونی با موجودات کابوسبار مبارزه کنید. نقشه بازی خیلی بزرگتر از نسخه اول شده، هم خیابون های شهر رو دارید، هم بیمارستان ها، هم سیرک، هم دنیای کابوس. بهترین بخش جابجایی بین دنیای واقعی و کابوسه که باعث میشه حس بازی مثل یک عنوان ترسناک کامل بشه. نکات مثبت: گرافیک ارتقا یافته، حضور هیولاهای جدید، امکان دفاع و مبارزه، داستان منسجمتر نسبت به نسخه یک. جمع‌بندی کوتاه: پارک مرگ 2 یکی از بهترین بازی‌های ترسناکی که ارزشش چند بار بازی کردن رو داره و یک تجربه کامل‌تر از نسخه قبلی ارائه میده. بازی شماره 4، آقای گوشت یا مستر میز. حالا میریم سراغ یکی از محبوب ترین بازی‌های ترسناک موبایل، آقای گوشت. داستان درباره یک قصاب قاتلی که مردم رو دزدیده و توی خونه زندانی میکنه. گیم پلی به شکل مخفی کاری انجام میشه. شما باید وارد خونه بشید، دختر گروگان گرفته شده رو پیدا کنید و بدون اینکه قصاب متوجه بشه از اونجا فرار کنید. نکات مثبت: محیط پرجزئیات، پایان‌های مختلف، دشمن با هوش مصنوعی فعال، صداگذاری. جمع‌بندی کوتاه: اگر بازی‌های سبک فرار مثل گرین رو دوست داریم، بازی آقای گوشت یکی از بهترین انتخابات است. بازی شماره 5، آودی. خب میرسیم به یکی از متفاوت ترین بازی های ترسناک موبایل، یعنی آودی. این بازی دقیقا مثل پارک مرگ یا گرنی نیست. فضای سنگین و سوالی داره که بیشتر روی استرس و اتمسفر تکیه میکنه تا جامپ اسکیر. تو بازی داخل محیط‌های قدم میزنید که حس می‌کنی کاملا واقعی نیستن. دیوارها انگار زندان، سایه‌ها حرکت می‌کنن، موجودات عجیبی تو تاریکی کم می‌گردن. نکات مثبت: گرافیک هنری متفاوت، هیولای عجیب و غریب، تنش بالا بدون نیاز به ترس مستقیم، صداگذاری قدرتمند. جمع‌بندی: اگه دنبال یه تجربه ترسناک متفاوت هستید، بیشتر روی ذهن و تو هم بازی می‌کنه، همون چیزی که باید امتحانش کنی. بازی شماره 6، معرفی سری کامل گرنی 1 و 2 3. شروع معرفی. خب میرسیم به یکی از ستونهای اصلی بازی ترسناک موبایل، سری گرنی. کمتر کسی پیدا میشه که این بازی رو نشناسه. یه مادر بزرگ قاتل که کوچکترین صدایی بشنوه با چکشش میاد دنبال شما. گرنی 1، نسخه اول یه خونه بزرگ و قدیمی رو نشون میده که شما 5 روز وقت دارید ازش فرار کنید. هر حرکت اشتباه، هر صدای کوچیک باعث میشه گرنی از ناکجا آباد ظاهر بشه. نکات مثبت: سادگی، جذاب، ترس لحظه‌ای، پازل‌های قابل فهم. جنبندی: این نسخه بیشتر یه تست قدرت اعصاب حساب میشه. بازی شماره 2، گرنی چپتر 2. در نسخه دوم گرنی تنها نیست، این بار گرنسپا هم هست. کارتون 2 برابر سخت‌تر شده. گرنی سریع‌تره ولی گرنسپا کنتره و گوشتش هم ضعیفه، اما مشکلی نداره، تفنگ داره، پس اگر جلوی راهش سبز نشی شلیک میکنه. نکات مثبت: نقشه بزرگتره، دشمن متفاوت با 2 نوع رفتار، پازل‌ها تازه و مسیرهای فرار بیشتره. گرانی 3 و اما نسخه سوم که خیلی ها میگن بهترین نسخه سریه. اینجا علاوه بر گرندپا اسلندری ها هم اضافه شده. خانه جدید، حیات، برج دیدبانی، محله های مخفی کاری و دشمن سوم که مثل شبک کار میکنه ممکنه ناگهانی جلوی صورت ظاهر بشه. نکات مثبت: بزرگترین نقشه سری، سخت‌ترین گیم پلی، تنوع بالا در پازل‌ها. جمع‌بندی کل سری گرنی هنوز هم یکی از بهترین تجربه‌های ترسناک مخصوصا اگر دنبال چالش، استرس و دلهوره و دشمن‌ها بدون رحم باشید.
بازی شماره 7 بچه زرد یا The Baby in Yellow. خب بریم سراغ یکی از عجیب‌ترین و خنده‌دارترین بازی ترسناک موبایل، بچه زرد. این بازی یه جوری ترکیب بامزه از ترس و طنز موجودات شیطانیه. شما نقش پرستار بچه رو دارید، اما این بچه خیلی معمولی نیست. گاهی به شما ظلم میزنه، گاهی تو هوا معلق میشه، گاهی یه جوری میخنده که انگار میخواد دنیا رو نابود کنه. نکات مثبت: گرافیک خوب، روند سریع و جذاب، عادت‌های زیاد و مراحل ناگهانی، لحظه‌های ترسناک. نکات منفی: خیلی طولانی نیست، بعضی بخش‌ها بیشتر خنده‌دارن تا ترسناک. جنبندی: اگر دنبال یه بازی ترسناک که با حال متفاوت هستید، حتما بچه زرد رو امتحان کنید. ترکیب خنده و ترسش عالیه. بازی شماره 8 اسکول بوی ران اوی. خب حالا میریم سراغ یه بازی کمتر شناخته ولی واقعا ترسناک به سبک فرار، اسکول ران اوی. این بازی درباره یه پسریه که توی یه ساختمون بزرگ گیر افتاده و موجودات ناشناسی دنبالش میافتن. محیط ها تاریکن، راهروها باریک و صدای نفس زدن شخصیت باعث میشه جو ظاهر بشه، همیشه استرزا باشه. دشمن ها ناگهانی ظاهر میشن و اگر مسیر رو درست ندونی خیلی راحت گیر میفتی. نهایت‌های بزرگ و حس فرار واقعی، دشمن هایی با رفتارهای غیر قابل پیش بینی، گرافیک مناسب. نکات بعضی مراحل خیلی تکراری میشن، داستان خیلی توضیح داده نمیشه. اگر یه بازی‌های فرار بدون سلاح رو دوست داری، اسکول بوی ران اوی میتونه خیلی غافل. بازی شماره 9 ریف رپچر. و اما میرسیم به یکی از خاص‌ترین بازی‌های لیست، ریف رپچر. این بازی ترکیب ترس، روانشناختی و علمی تخیلیه. یعنی از یه طرف با موجودات عجیب سر کار داری، از یه طرف وارد ریفت‌هایی میشید که قوانین فیزیک توشون فهمید. یکی از بهترین نکات بازی همین جابجایی بین دنیای واقعی و دنیای ریفت هاست. نورپردازی فوق‌العاده، صداهای عجیب و موجوداتی که فقط وقتی نزدیک‌تر میشن دیده میشن باعث میشه تجربه بازی ترسناک و متفاوت باشه. نکات مثبت: گرافیک بالا، صداگذاری حرفه‌ای، طراحی موجودات بسیار ترسناک، ایده جدید و هیجان‌انگیز، ریسک هایی که هر کدوم حال هوای خودشونو داره. نکات منفی: نیاز به گوشی نسبتا قوی، مراحل گاهی سخت و پیچیده میشن. جمع‌بندی: اگه دنبال یه بازی ترسناک متفاوت هستین که حال هوای علمی تخیلی هم داشته باشه، ریف رپچر یکی از بهترین گزینه‌هاست. بازی از نظر جو و فضا کاملا یونیک و فوق‌العاده ترسناک طراحی شده. بازی فصل. خب رفقا، به آخر ویدیو رسیدیم. کنار هم بهترین بازی‌های ترسناک رو موبایل رو بررسی کردیم، از پاش کمر و آقای گوشت گرفته تا سری گرنی، بچه زرد، اسکول بوی ران اوی و ریف رپچر. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید تا حمایت باشه. یک کامنت هم برام بنویسید کدوم یکی از بازی‌ها رو تجربه کردید. اگه بازی ترسناک دیگه میشناسید که تو لیست نبود اسمش رو بنویسید تا قسمت‌های بعدی بررسی کنیم. مرسی که مثل همیشه همراه من بودید. تا ویدیو دیگه، بدرود.